چرا ما از مرگ فرار میکنیم، میترسیم ولو در مسیر حق باشیم؟ اصحاب رسول الله و بزرگان دینی ما این رقم نبودن. با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه. میفهمیدن ملاقات پروردگار خود میری. میگفت اگر من کسی بکشه خب با ملاقات پروردگار خود میری. من میرم میخوایم زندانی بکنین با پروردگار خود من خلوت میکنم. انسان کسی را دوست داشته باشه زیاد، بزرگترین خوشی همیست که کته از او تنها باشه. میگه در زندان ما با پروردگار خود خلوت میکنم. من تبعید بکنین در زمین الله سیر میکنم. چی چیز بیشتر از این کردن میتونه؟ معنویت انسان را قدرتمند میسازه. انسانی که باورمند به الله هست، انسانی که محبت الله در قلبش جا گرفته باشه، از روز جزا نمیترسه. به معنای از این نیست که غافل است از حساب کتاب الله، نه، برش آمادگی دارن. جالب از اصحاب رسول الله من از پرسان میکنن که قیامت چه وقت است؟